چشت بچیم کمال تو را میگم گپ نمیشنوی تو را صدا میکنم. کاکا بیا چی گپ است کاکا؟ خیرتی از بیا اینجا بشین. چی کارهایی که نکنی کاکا؟ خب چی کنم دیگه وقت ما تیر میکنم. وقتت تیر میکنی. بله تا شب در بیرون هستم بچه. راستی تو بگو چی گپ است ها؟ چرا جگرخون هستی؟ نه که از او دختر جدا شدی؟ چرا باید از او جدا شوم؟ چرا باید جدا شوم؟ او دوست دختر من خو نیست. این گپ جدا شدن از کجا شد؟ خب چرا چیخ میزنی لوده؟ کاکا رستوران از دستم رفت. رستوران چی؟ از دستم رفت، خلاص شد. فهمیدی آرزوهایم خلاص شد. پدر دختر دیدم. خب با چشمایم دیده برام میگه که تو چقدر پول دادی که اینجا شریک شدی. ما هم نتونستم برش چیزی بگویم. شرکتی صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. مم اگه پول می داشتم حتما یک گپی بر گفتن داشتم، اما حالا چی کنم دیگه پول ندارم. بله او آدم مرا به 2 پیسه کرد. فهمیدی؟ به 2 پیسه کرد، مرا خلاص کرد. خب خیلی قسم است. او بچه کمال تو خوره نزدی نه؟ چرا بزنمش و بدر؟ پدرش است. پدرش یک مردش سفید است. بیادرش خونه اسکور یک سیلی میزد. ای وای تو به خاطر او خدا کشتی گفتی میخوایم شریک شوم. پدرش قدر چیزا گفت، آخرش میخوای چی کنی ها؟ چی بفهمم کاکا؟ ها از این زندگی ما بیخی خسته شدیم، به خدا بیخی سیر شدیم. بس است دیگه، مسیر سخت شده میره. هر روز سنگ دم راه میه، بیخی خونم به جوش میه. کلی چیز جور میکنم، باز یک احمق میه یک گندگی میکنه و کلی چیز خلاص میگه. پا رو نزن بچم، تو یک آدم لایق و زحمتکش هستی، حتما یک روزی به یک جای میرسی. قسم نگو، فهمیدی؟ ناامید نشو. راستش من به خاطر بانو جگرخون شدم. ها باید دو دختر میدیدی، اینقدر ناراحت بود، اینقدر خجالت زده بود. او هم نمیخواست که پدرشو قسم کنه، حتی نمیخواست طرفم ببینه. چند روز است اینجا نمیایه، چند روز است که نامده. مریض است، نمیفهمم چی شدهش. یک زن بیوه است، اولاد داره. دلش خواسته که کار کنه. مرام در کنار خود گرفته تا بتونم یک جای پول به دست بیارم، اما زد کلی چیز خراب کرد. پدرش آمد. توبه، چی بگویم؟ به محبته. تشکر. زنده باشی. تشکر. بیبی اگه من به فکر بد طرف او زنگ سعی کرده باشم، باز میگم سعیست. خدا و راستی اگه هیچ فکری هم داشته باشم. اما کاکا باور که زیاد ناراحت شدم. او قدر زحمت کشیدم. بچیم ببین، او تو را قسم نمیمونه. دختره نیست که با یک بار شکست و قدر زود تسلیم شوه. فهمیدی؟ من همی که او دختره دیدم شناختمش. فهمیدی؟ من خانم را خوب میشناسم. توبه خانمای خانه را میشناسی کاکا؟ مگه من کاندارا نشناسم؟ میفهمی اگه کار پیدا نکنی تو را از خانه میکشه. بله میفهمی. وقتی میفهمی باز چی میکنی؟ ولی او قسم کارهای رکو میگه زیاد است. من نمیخوایم. ولی این کارا برام خسته کنه است. خسته کننده؟ اگه مربوط خستگی باشه نمیشه. ها دیگه نمیشه بچه. کاکا ما در خانه تو میباشم دیگه، جای رفتن نمیتونم. باز بعد از چاشت یگان جای به خود پیدا میکنم. فهمیدی یا نه؟ ای کمال، حالی که آمدی من میگم این مسئله قهوه خانه را حل کو، امکانش هست میشه یا نه؟ کدام رایی هست؟ حلش میکنم کاکا. چنگیز صدا کو، باز یک جای میری. چنگیز بیادر یک بار بیاین. چقدر شد؟ بچه من از مای پیش مانده 70 لیره. 70 لیره؟ کاکا چنگیز چطور هستی؟ یا تصفیه حساب ما و کاکای؟ حساب ما خلاص شد نه؟ خلاص است. اوه دمی قسمت ها پایان میشم. ها روبروی همی ساختمان. باش ببینم.
ها همینجاست، همینجا کجا؟ همینجا. بسیار تشکر. شبتان بخیر. شب بخیر. خب یعنی همینجا هستین؟ همینجا بله همینجا. او نوشته را میبینی کوزگون نوشته است. بله. بله امو خانه ما است. این رستوران تو مربوط شما؟ بله از ما. توبه یک روز باز بخیر و نان خوردن هم میایین. واقعا میایین؟ منتظرتان هستم. بخیر بیاین آقا. خب بخیر بری، باز فردا در شرکت میبینم. خب حالا نمیخواین بیاین؟ حالا نه نمیایم. به خاطر کل چیز بسیار تشکر. زنده باشین. من میخوایم فردا برای شما کمک کنم. اگه سر نقشا کار میکردین باز برام بگوین که زود بیایم. تو هم میخوای نقش بازی کنی؟ یعنی چی بفهمم؟ آله این بازیگری شما کهنه شده. تا جایی که من میفهمم باید کیفیت کار تغییر بدیم، به خصوص همین مسئله سریالا را یگان نوآوری کنیم. فهمیدم جانم، فهمیدم. درست است. وقتی که فیلم برداری میکردن تو طرف مسائل کو ببین که چقدر فرق میایه و چه قسم نقشه را تنظیم میکنم. خوب میشه که قسم فکر کنی که فرق بین یک اسب و موتر مدل بالای سپورتی چه قسم است. فهمیدی خود من چی گفتمت؟ فهمیدی؟ حالا کلیت خوب کار میکنه. مگم اعتماد به نفس بسیار مهم است. یعنی من سر خود بسیار اعتماد دارم. میخوایم زیاد کار کنم اما بعض وقتا از اینجا بریم دیگه، اگه نه به دیوانه نظرم میشم. زیاد گپ زدم. شب بخیر. کم آیسته آیسته بریم، میخوایم نامی کوچه را بفهمم. Kadife yastığım yok, odana bastığım yok. Kitaba el basarım senden başka, aman senden başka kimsem yok. Aman yolla İstanbul'a yolla, haydi yolla Beyoğlu'na yolla, yolla, yolla yar yolla. آفرین بسیار خوب. ای وای. Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı silesini felek misali. Sil yazımızı kurtar bizi, çarptı silesini felek misali. Mevlam gör bizi. Ocağım söndü, nasıl beladır, bırakıp gitti, bu ne devrandır. Dünya gözümde Kerbeladır, Allah'tan bulasın. کاکا مختار والا تو بجور هستی. زنده باشی بچیم. Kararsın bahtın, yıkılsın tahtın. Yalvardım, yakardım, yol bulamadım. Ah olmaz. آرام باش. ما اینجا مهمان هستیم. خب آهنگ میخوانم دیگه. Evirdim, çevirdim, yaranamadım. به اجازهتون. Yandır halim, ocağım söndü, nasıl beladır. Bırakıp gitti, bu ne devrandır. Dünya gözümde Kerbeladır. آیی میگم آرام باش. کلگی طرف ما سیل به نظر من یک کمی زیاد خورده. امشب زیاد خوشحال هستم. نانم بسیار خوب بود. دختر جان قسم سیل نکوره به ما بته. مگم در این وقتا نوشیدنت زیاد شده. به خاطر قدر هیجان زیاد اگر نه هیچ نمیخورم. یعنی تو یک چیز به خاطر هیجان مونده؟ وای مانده خانم وکیل. وقتهایی را که با عشق سپری میکنیم چقدر است؟ آرامتر. حال کلگی از گذشته ما خبر میشن. معذرت میخوایم.
yalvardım yakardım. به اجازهتون من میرم دیگه. بیشتر از اینجا نمیپوشم. مگم عالی خوب وقت است. نمیخوایم برم دیگه. اوقات خوش برتان میخوایم شب. در این وقت به تنهایی کجا میری؟ بیا زود تا چند دقیقه دیگه ما میریم. بیشی باز یک جای میریم. چرا خبر خطاستی؟ البته یک جای میریم. نیاز نیست شما اینجا باشین، من میرم. دختر گپای ناق نزن. این قسم یک چیز امکان نداره. من تو را تنها نمیمانم که بری. کاکا مختار، هر چیزی یک پایان خوبه داره. حالا دیگه ما میریم. اما نمیشه که شما قسم برین بچیم. نه دیگه زیاد شد، ما میریم. توبه کردیم خدایا. میرین دخترم. زحمتایتان میبخشین. شب بخیر. دلم خو نمیشه که قدر زود برتان اجازه بتم. خب به هر صورت حالی که رفتیم باز یکان چکری طرف بیاین. خب دیگه بچیم بخیر برین. برین دیگه برین بچیم، خداحافظتون. حالا دیگه خداحافظتون بچیم، برین دیگه. شب شما بخیر. خدا نگهدارتون. خداحافظتون. شبتون بخیر. یالا روز ما رو ببین. در عمر ما اولین بار از به دختر ما ضرورت داریم. ببین ساعت چند از موبایل خدا جواب نمیده، یک زنگام نمیزنه. اقدر سر و صدا نکو، با خدا سرم از درد میکفه زن. آی مادران تن نمیت اگر این وقت جواب میداد. تو ازش دفاع نکو دختر جان. مصروف نشان میتم مصروف. خب حالا من چی کنم بکنی؟ کم از تشویش دیوانه شوم. اما او والی جناب موبایل خدا جواب نمیده. ما همین قسم برش تربیه دادیم. چیغ نزن قربان چام، چیغ نزن. زیاد مشکل داریم، میخوایم که برش یک راه حل پیدا کنیم. تو دیگه بیخی مرا دیوانه نکو زن. درست است جانم، درست است. تو آرام باش. اما کوشش میکنم که خدا آرام کنم و سر صدا نکنم. سردردی تو چطور شد؟ حال خوب شدی؟ نه چه قسم جور شم خانم جان، نمیشم جور. پدر اما براتن مساژ گوش بتم. چی از دختر جان؟ مادر کمر کترین عضو بدن گوش است که فعالیت نداره. خب وقتی او را مساژ بیتی باز خستگی آدم زود خلاص میشه. حالا دیگه بیا. نکو دخترم این کارو نکو، با خدا دیوانه شدیم. این لاین بتین یک چند دقیقه تنها باشم، شما برین به کار خود برسین. برو دخترم برو. میخوای که مرا دیوانه بسازن. خب چی کردی؟ کارت عادت کردی دخترم؟ عادت کردیم پدر، عادت کردیم، اما برام زیاد کار نمیتن. من کوشش میکنم خدا برسانم دیگه. شیرین خب گوشو که من برای چی میگم دخترم. کار خوب انجام بده، همراه کسی درگیر نشو. کوشش کن که رویه خوب داشته باشی دخترم. کار نکن که تو را اخراج کنن. معلوم نیست که فردا پس فردا چی میشه دخترم، درست است؟ دلت جمع پدر جان. کوشش میکنم کارای من خوب انجام بدم. در کانال به هر چیزی که دست میزنم میگن نکو خراب میشه. شیرین نمیفهمم چرا. تو به خدایا حتما یک خرابی میکنی دیگه. اما از چانس بسیار خوب دستیار یک بازیگری به اسم آکان امران شدیم. حتی چند ساعت کارایش در خانه تنظیم کردم. گفتی در خانهش؟ بله در خانهش. آکان اونجا بود، مراد اونجا بود، علیام اونجا بود، موتروان شرکت میگم، حتی مادرش اونجا بود. زیاد بیرو بار بود. ببین شیرین خوب گوش کن که برای چی میگم. از این به بعد خانه هیچ کسی به هیچ عنوان نمیدی دخترم. هر کاری که میکنی دمو جای کارت انجام بدی، فهمیدی؟ کوشش نکن مرا عصبانی بسازی. اگه عصبم خراب شد باز بد میشه. اوف مادر دیگه، فقط بگویی که خورده میشم. با مادر چی گفتی؟ از وقتی که سر کار رفتی زبانت دراز شده. چرا دختر جان؟ یعنی گفتم خورده خون نمیشم. دخترم نق نزن، زیاد نق نزن. فهمیدی که چی گفتم؟ ها بیازو خورده میشم. شیرین اوف توی نازو نخریشه. ببین تو بکده بخدا نمیفهمم با کدامشان زودتر بگویم چی کنه. باش زنگ بزنم ببینم رخ میکنه یا نه. 72 بار است که زنگ میزنم، حداقل یک بار شام که شده رخ شود. نمیکنه دیگه. تو به خدا رخ نمیکنه. زنده باشی. کدام
کاکایی چی است؟ خب بچه رو دوست داره بچه. به خاطر که دوستش داره هر شب شما این رو سیل میکنین. هیچ کس نمیتونه زحمتهای ما را، آرزوهای ما را، او رستورانتی را که با صدها آرزو جور کردیم از ما بگیره. هیچ وقت اجازه را نمیدم. چی شده؟ چی نشان می‌کنی؟ بده که پیام رو کده میخوایم ببینیم. مهم نیست. چی شده ها؟ چرا کلتان ناراحت شدین؟ کدام خبر بد است؟ نه بچه، کدام خبر بد نیست، خبر خوب است. یگان وقت خبرهای خوبم آدم جگرخون میسازه. آدم ها یگان وقت به خاطر خوبی هم ناراحت میشن بچه. روزی میرسه که کاسه صبرشان لبریز میشه. فهمیدی بچه؟ توبه ایگه پادگه از کجا شد؟ چرا باید آدم ها به خاطر خوبی کردن ناراحت شون؟ به خاطر که ازشان توقع نداشتیم، امیدی نداشتیم، به خاطر که همیشه به بدی ها فکر کردیم. ها باز شروع کردین که گپای مرموز بزنین ها؟ کمال بخیزو پیشش برو. فهمیدی؟ متوجه چیزی باش که حال دستت است. حال او با وجودی که یک خانم است بازم سر پای خود استاد شده میتونه، اما تو نمیتونی بچه. احمق، تو نمیبینی که او زن عاشقت است؟ تو را دوست داری؟ نه. یک روز دیگه باز یک دختر پیدا میکنی میگی این مقبول است و من این را دوست دارم. درباره دیگه چیزا باز بعدن فکر کو جانم. حال وقتش است که بری و متوجه کارت باشی. فهمیدی؟ درست است. تشکر از اینکه مرا رساندی. شماره 105 لطفا. حالا دیگه تو برو که منتظرت هستن. یعنی در او اتاق می باشی؟ شب بخیر. شیرین است. پس یعنی شما فراری‌ها را نگاه کردین. خانه فروخته شد، دکان از دست ما رفت. چی؟ قرار است که صاحب خانه ما را بیرون کنه. شما قرار شیشته نو تلویزیون سال میکنین. براتون هیچ مهم نیست؟ خانه فروخته شد. دختر آرام باش. این بیازو خودش زیاد مشکل داره. زنه کاکا حسن جان موتر فروخته با این کاراش مدیر مدرسه دستگیرش این کرد. موضوع مدر از کجا میفهمی ها؟ چی گفته میری بچه؟ پدر جان ما بین خود مذاق داریم وی. صبر کنین، میگن که خانه فروخته شد. چی شده؟ برام بگو. موضوع ما بسیار طولانی است. اول شما بگوین که چیه. من خود چیزی رو نفهمیدم. ها جانم ما به تو نگفتیم امی که یک خانه لوکس پیدا کنیم باز برات میگیم، به خاطر که جگر خون نشی. به نظرم مگه خانه بریم خوب میشه. کجا به نظر کسی اینجا را میخره؟ ها وقت آمدن و میخواین اینجا را بگیرن. خود چی میشه دیگه؟ باز رستوران ورشکست میشه. همه قدر از بس. کاکا جان تو دیگه خود از زیاد جگر خون نکو. تا 2 ماه یک جای دیگه رستوران باز میکنیم، بسیار پیشرفت میکنیم، دلت جمع باشه. در بسیاری از جایا میریم و تبلیغات میکنیم. یک دکان خوبیشو شیک جور میکنیم. بگو مشکل ده کجاست؟ کاروبار و کمال در رستوران به هم خورده. وضعیتش خراب است. پدر خانم بانو ما نیشد. برج گفته چقدر پول به خاطر شراکت دادی. کمال بیخی بیاب شده. ملک میفهمی حتی یک ذره درباره هیچ چیزی نمیفهمی. قدر گپا دیگه از کجا شد؟ ما چیز نکردیم، فقط برج گفتم که بفهمه. دیگه یکی این گپا را کمال وقت در موبایل به خواهر خود میگفت ما شنیدم. خود دیگه میگن که دیوارا موش داره، موشام گوش داره. گپ کجا بود؟ تشکر زن کاکا. اوف بیادر جان من. مشکلی نیست، حلش میکنیم. به یک شکل حل خود شد. سحر از موضوع خانه خبر داره؟ نه
او خو اصلا موبایل خودت جواب نمیده. ای گپ در اونجا نگو که حال از این گپ یک چیز دیگه جور میشه. چی شده؟ براکه به نظرم در اینجا دیده تو بس هست دیگه. نه دیگه کمال بیادر. زیاد شد. بان صحیح شد. بیادر جان حالا خانه بیا. مگه بیشتر از اینجا باشی از تشویش دیوانه خود شدی. نه نمیایم. بیادر نمیتونم که تو را پیدا کنم. خدایا تو مرا کمک کن. نمیفهمم که چی کنم. من مجبور بودم که این کار کنم. خدایا لطفاً برام کمک کن. براک تو گریان کدی؟ بیا که داخل بریم. کم خدا آرام بساز. چی شده سحر؟ سحر معلوم دارست که تو بسیار یک مشکل کلان داری. میتونی همراه ما درد دل کنی؟ برام میگی نه که چی شده؟ میشه که برای چند دقیقه آرام باشیم؟ نمیخوایم گپ بزنم. هر رقم که تو راحت هستی. بسیار خسته شدیم. چرا خسته شدی؟
میشه که آرام باشیم و هیچ گپ نزنیم. نمیتونم چیزی بگویم. کلگی از من توقع دارن که قوی باشم، مگه من نمیتونم. من همیشه همراهت هستم سحره. هر وقت در هر جایی که بخوای. درست است؟ پیشم نبودی. حال خودگه اینجاستم. میتونی کل چیزا برم بگویی، برم بگو که من بتونم کمکت کنم. سحر تحمل نمیتونم تو را در این حالت ببینم. چی شده؟ کدام مشکل داری؟ برم بگو یک دونه. ها؟ میخوایم که خو کنم. لطفاً از اینجا برو. کی قدر جگر خونت ساخته؟ چرا برم چیزه نمیگی؟ خواهش میکنم از اینجا برو. میخوایم تنها باشم. لطفاً. اوف. با این پول خو نمیتونیم که یک جای نو برای خود بگیریم. حال چی کنیم؟ خلاص هستیم. یعنی میتونیم که چند وقت دیگه هم اینجا باشیم. آی خدایا، خواهش میکنم یک راه حل برای ما نشان بدی. اما خانه را که به قسط خریده بودیم امو را بفروشیم. حداقل یک 50 یا 60,000 میشه. او خدای قدر پولم از کجا کنم؟ آه. مصطفی؟ مصطفی جان؟ مصطفی گفتم استاشو کجا میری؟ صبر کن دادا، فرار نکن. تو را میگو استاشو، تو را میگو استاشو، تو را میگو استاشو. مرا نکشین، لطفاً مرا نکشین. با خدا قسم میخورم کار نکردیم. هیچ کار نکردیم.
مرا نکشین. مرا نکشین. مرا نکشین. درست است. درست است گذشت. خواب دیدی. حالا بخی. بگیره بخو جانم. من اینجا هستم. من خواب دیدی مصطفی. ببین کمی بخو. بخو جانم. آفرین. درست است جانم. گذشت. اینجا کابوس دیدم. بله جانم. چند سال بود که در خوابم نامده بود. درست است جانم. بخاطر که تشویش کردی قسم شد. کمی خود راحت کو دیگه قسم خواره نمیبینی. من یک راه حل پیدا کردم با سبب برات میگم. مطمئن هستم زیاد خوشت میآید. حالا پس خواب کو جانم. حالا خواب عزیزم. اینجا تام بیا خواب شو. تو حال خواب شو. من بعدن وقتی شیرین آمد خواب میکنم. درست است. بیادارش آمده. حالا از اونجا نمیای دیگه. با او بچگه که تام بگو که دیگه بعد از این شو خانه خود بیایده ای سال نمیشه که لطش کنم. درست است جانم. برش میگم. حالا تو خواب کن. حالا جان. اینجا یکان وقت میگم که کل چیز مشخص شو. هیچ چیز در بین ما پت نباشه. راحت زندگی کنیم بدون هیچ دروغ و دلیل گفتن. میخوایم چیغ زده تمام واقعیت ها رو به مردم بگویم. از امی خاطر نفسم قید میشه. اینجا راست میگم. نفسم قید میشه. چی کنم دیگه؟ مصطفی بلیاز خدا باز شروع نکن لطفا. ای گپا باز از کجا شد؟ کمی به هم دل بسوزان خسته شدی. خانم عزیزم. خب دیگه حالا خواب شو. حالا جانم خواب کن. کم سرم چوپی کن. چوپی میکنم. حالا دیگه خواب کن جانم. هیچ تشویش در دل جایی نتی مصطفی. آی جان مصطفی ما راحت خواب شوه. آی تا صبح بخیر کل چیز جور میشه. هیچ تشویش نکن. درست است مصطفی ما راحت مثل فرشته ها خواب کنه. سلام برسه. سلام دخترم بفرم. میفهمم براتان جالب است اما شما مصطفی گوکن میشناسید؟ مصطفی گوکن امو بچه کاکای مرا میگی؟ میشناسم البته. چرا دخترم درباره او پرسان میکنی؟ چرا؟ آخرین بار که دیدمش در استانبول بود. انشالله کدام خبر بعد از تو؟ آی نه کدام خبر بعد نیست زلطان جم. ما وکیل هستم دربارش تحقیقات میکردم. نتونستم آقا مصطفی رو پیدا کنم. گفتن که شما بچه کاکاش هستینی؟ بله مصطفی را پدر کلان خدا بیامرزش کلان کرده بود. یک روز او را به خانه مرده بود. بیادر مامده و خوب تر یادش است. ما یک هفته و 8 سال از مصطفی کده خورتر هست. فهمیدم. درباره آقا مصطفی کدام چیز یادتان میه؟ بسیار آدم قوی بود. کلگی از او میترسید. امرایش مقابله کردن نمیتونست. یک بیادرم داشته. نامش چی بود؟ عثمان. او بچه یتیم همیشه امرایش یک جای می بود دختره. بعدش هم مکتب ایلا داد. پدر کلانش زیاد سرش سر و صدا کرد. بعد از اسکری دیگه ازش خبر ندارم که کجاست. فهمیدم. شاید امکان داره مام دو بیادر اونا را بعد از شما دیده باشه. نه خیر. اگه قسم می بود خبر میشدم. حتی او روز با هم دربارش گپ زدیم که کجاست چی میکنه. ما از او هیچ خبر ندارم. دو وقت از دست پدرم زیاد ناراحت شده بود. حال نمیفهم که کجاست. درست است فهمیدم. خب آی دخترم سر پای موندی. بیا بیشی که اگه چیزا آی نه اصلا خدا به زحمت نکنین. حالا وقتتان نمیگیرم. باز کدام وقت دیگه. روزتان خوش. اگر میخوای شریک شوی باید پول داشته باشی. اگر نه خدایار کمالم از مجبوری صدای خدا نکشید. بالاخره پدر او خانم همراه شریک شده اما خواهر بچه با او گپا نابود شده. خوب شده. کلش از دست خودش است.
اگه عقل داشته باشه میشینه قرار درس خدا میخونه، امتحان بده و یک جای کار کنه. در دنیا هزار رقم کار است، باید بره یک چیز شوه، اما او یک دقیقه چیزا نیست. توبه. او کجا میره؟ نیکو باز به خاطر کدام چیز تشویش داره و ترس در دلش است ها. راستش نیکو یک چشمه را باز دیده. چی بلا؟ ببین برات یک چیز را میگم، از ما پت کردن نمیتونی خواهر. درباره او یک چشمه کدام مشکل هست؟ این چیزا را میشه که پت کنی خواهر. برام بگو که چی شده؟ کمال دبالاست. ها خواست کسی پیشش هست؟ نه بیرون رفت. مرا کلیره به ما بده. از زیاد تال نته، مرا کلیره. تو چهار طرف جمع کن، ما زود پس میایم. کلی چیزا در جاش بانی. ما پس میایم. مطمئن هستم درباره او یک چشمه کدام گپ است. از جانم امکان داره نباشه. بخیز. بلند شو حالا. خیریت است؟ چی شده مادر؟ زود باش بخیز. اینا برام بگو که امرای او آدم درباره چی گپ کدام آدم؟ حالا گفته بودم امو آدم چی قسم بیدار میکنی؟ متوجه باش امرای مادرت گپ میزنی. کدام آدم میگی نزدیک بود سکته کنم بلی از خدا چرا تو میکنی؟ او آدم یک چشمه را میگه. در کجا دیدیش؟ درباره چی گپ زدین؟ برای چی گفت؟ یک دفعه ای آمد در نزدیکای دکان میگشت، باز ما هم کنجکاو شدم و امرایش گپ زدم. چی بفهمم؟ شما همی که نام او را میشنوین چرا یک قسم فیلمای ترسناک باری رنگتان تغییر میکنه؟ گفتیر نکو آدم باری جواب بده. او برای تو چی گفت ها؟ چیزی نگفت، اعصابش هیچ صحیح کار نمیداد، کلش خراب بود، عقل در سرش نبود، گپای ناق میزد، پشت دختر خود میگشت، هر دقیقه میگفت دخترم، گپای عق و ناق میگفت. ما هم گفتم با پلیس تسلیمت میکنم، باز او تو هر جایی که میره برسانه. رفتم موتروان صدا کنم، یک وقت دیدم که فرار کرده. همه قدر. ها میگی تصادفی بود؟ اما تو یعنی تصادفی بود، تصادفی، عقل در سرش نبود. اینجا کوزگون. ها تو چی میکنی بچه؟ اینجا کوزگون. تو تمامی موضوعات برام قصه کو. چی شده؟ این یک چشمکی است. برام بگو. تا وقتی که برام نگویی از این اتاق بیرون شدن نمیتونی. درست است بچه. من بیا تو میخواستم کل چیزا برات بگوی. تو من ایسه بچه فامیل ما حق داری کل چیزا بفهمی. اما ببین کمال، اگه گپایی را که برات میگم یک ذره‌ش هم کس دیگه بفهمه، باز ایرا بفهم که شیر ما برات حلال نمیکنم. گفته باشم تا 2 سال برات شیر دادیم. ایرا بفهم. مادر چقدر گپ کلان میکنی تو با؟ اگه میگی بگو دیگه، حال چی شف داری؟ سمسای بیشی بگو. بله میشنو. صبح بخیر. صبح بخیر. در یک پرواز هستیم. اما تو یک چیز معلوم میشه. بله ساعت 10 بجه. بله بیا در موتر یک جای میری. نه بیازار نفر شما زیاد است. من از اینجا یک تاکسی میگیرم. حساب شما پرداخته شده. مگم قسم یک چیز امکان داره بانش بیازو بگیری؟ مربوط تیم ما میشه دیگه. ایره دیگه زیاد جدی نگی. چه قسم خوب میشه ها؟ به خاطر اتفاقات دیشب در منطقه و ادامه فیلم بچه و دختر بعد از سالا مقابل میشن و اتفاقات بسیار رخ میده. یعنی میخوای که اتفاقات ادامه داشته باشه؟ فقط میخوایم یک جای بنان خوردن بریم. شو ما پشتت میایم بعد از کارایت. در اصل ما باید کارایم خلاص کنم. درست است اما کوتاه باشه. کدام جای خاصم نمیرم. درست است جانم. بیازو قدر پولام ندارم.
یک جایی که مناسب ما باشه. یعنی میگه پول تو زیاد نیست. این گپ دیگه برای من بسیار عجیب است تا جایی که میفهمم فامیلت نصف استانبولت شرکت ها و خانهایشان گرفته یا ورشکست شده. چی نه، بالا؟ ورشکست نشدن. حتی مادرم هم جای دیگر را به خود خریده، اما ما با پول اونا کار ندارم. ما زوده مصرف خود مبرایم. سلام، ما ناوقت آمدیم. چطور؟ آماده هستین؟ نه، هنوز نیم ساعت وقت برفتن داریم. عجله نکن. ما باید حساب خودم باتم لطفا. آی درست است. باز پول فردا شب تو بده که حساب ما برابر شود. صحیح؟ حالا بریم یک قهوه بخوریم. آی خدایا، هیچ از این وضعیت خوشم نمیایه. کمال ببین بچه‌م، کاری نکنی که از گفتن این گپ منو پشیمان کنی. ما 35 سال میشه که ایرازه در دلم نگاه کردیم. قسم خوردیم، من برات گفتم، اما چی میشه فقط بین خود ما باشه. من زیاد میترسم بچه‌م، دی وقتا نمیتونم سنگینی ایرازه تحمل کنم. فهمیدی جان مادر؟ کمال مادر تو پدرم نمیتونم صحیح نفس بکشم. نفس بگی بچه‌م، راحت باش، راحت باش. باید فکر من کمی تغییر بدم. آفرین به تو جان مادر، آفرین. آی پدر جانم، پدر مهربانم. خوش آمدین. من شما را به اتاق جلسه راهنمایی میکنم. نامم شیرین است. باش معرفیتان کنم، شیرین دستیارم است. سلما امران مادر و مدیر برنامه‌هایم است. بفرمایین خانم شیرین. ببین بین خود ما باشه، اما سناریو را که تبدیل کردین زیاد خوشم نامد. توبه توبه. خود دیگه سناریو را قبول نکرد. گفت از این به بعد خودتان نوشته کنین. درست است، اما البته که پولش میتن. ما هم برشان گفتم اگه آدم چرا نق وقت خود سر از اوزایی کنه. بیخی یک سکرتر مثل خود پیدا کردی. اما تو است. قسمه که گفتین شیرین. سلام، خوش آمده. سلام، نام طارق بودم. نه نام مراد است. مدیر برنامه هستم. در موبایل با هم ها فهمیدم. شما هم دیگه نگفته بودین آقا کان. آقا مراد بهترین کارمند این بخش است. تو تا وقتی که ما به کار شروع میکنم منتظر باش. اینا را زیاد خسته کردیم. تصویر است اما صدا نه. ایره بیبی بسیار یک جای مقبوله. تو در جلسه نمی همینجا باش. نه دیگه من دستیارش هستم. آی گفتم نباید بیایی. درست است. بعد از خلاص شدن جلسه باید برم جواب بدی. از دیدنتان بسیار خوش شدم دختر مقبول. آقا هاکان، یکی از علاقمندایتان هستم. بسیار خوش شدم. خیلی از این بعد ما یکی از علاقمندای تو هستم. خوش شدم. سیبه
نه دیگه سیبل اینجا چی میکنه؟ ای دختر اینجا چی میکنه؟ بله مادر جان، بله گفتن که انواعی روان کردیم اما ماش درک نداره. نمیفهم چرا. کمال کجاست؟ خانه است؟ کجا بودی ها؟ گفتم کمال کجاست؟ خانه است؟ ها خانه است. بالا رفته. چرا چی شده؟ بیره بگی. ای چی است؟ ببر برش بطی پولش بطی در کار خود شریک شوه. مصطفی ای دیگه چی است؟ اینقدر پول از کجا کدی؟ برو با بچه نازانید بطی که پیش مردم بیاب نشه خانم جان. برا پول تسلیم کنه شریک شوه امونجا کار خود شروع کنه. حالا که به خاطر او کار قدر زحمت کشیده خانه را باز یک وقت دیگه خود خریدیم. تو خانه را فروختی ها؟ اینجا رفتم از راهنما پول قرض گرفتم. با جای سند دادم وقتی که خانه فروخته شد سند پس میگیرم. کافی است که مشکل بچه ما حل شوه. های مصطفی ما بسیار مشکل قسطای او را پورا کردیم. از بدترش تو اگه ما را از اینجا بکشن باز وقت چی کنیم؟ اینجا گفتم پولا بابا چت بته خوب میشه یا بد میشه مربوط تو نمیشه. معذرت میخوایم نمیخواستم که قسم بگویم. حالا من به کار خود میرسم. ای خدایا تو برم صبر بده. های کمال های ای چی است؟ پول. پدرت رفته خانه را فروخته و پولش گرفته. گفت برای پول تسلیم کنه که بیاب نشه. مادر خانه را ما هنوز از قسطا خلاص نشدیم. بله پس نباید ای کار کمی کنی. کوشش کن که موفق شوی. گپ ما فهمیدی؟ بگی. کان خانم مروه صدای دارم. چی شده؟ چی زیاد خود جگرخون نکن. درست است یک دفعه می دیوانه قرارداد امضا کنه باز هر قدر که خواسته باشی دستیارش بوده میتونی برات قول میتونم. درست است؟ او سیبل خانم چطور؟ او هم امرای ما کار میکنه؟ بله. حالا دیگه او تهیه کننده است چون کسی نمیخواست با او دیوانه درگیر شود. کارا به خانم سیبل سپردن. باز چند دقیقه بعد خود آمدن آشنا میشین. مرا ببین دختر تو وقت صدا اوجا موندی ها؟ تو میخوای خود همراهی من بزنی؟ حالا نشانت میدم که گردن کجاست. وقت میبارش دیلای خواهی میکنی که دیگه نداشتم چه میکنه؟ دختر احمق صدا اوجا موندی. تو بسیار دختر احمقی. اگه از اینجا بیرون شو باز نشانت دیدی هیچی که بود نکرد. این دختر بسیار احمق است. ایلامتین رفتم ایلامتین. چی حال حوال؟ خسته نباشید. هاکان خودش شخصا خواسته که شیرین دستیارش باشه و کاراش در خانه تنظیم میکنه. کل او کارا مربوطی میشه. شیرین اینا تهیه کننده ما هستن. سیبل مطلو. او شیرین تو بودی ها؟ چی گپ است سیبل؟ خوب استی؟ این دنیا بسیار خورده است. دنیا واقعا خورده است. باید همراه ما کار کنی. ایره میفهمی مت نیست؟ شما یکی دیگه تانو میشناسین؟ بله ما در یک مکتب هستیم. راستش در یک مکتب بودیم. بعد از او از مکتب دیگه فارغ شدم. او وقتی یگان گپ بین ما شده بود اما گذشت و رفت. یعنی حالا هیچ گپی بین ما نیست. دوران سابق بود دیگه. یاد کردنش خوب نیست. به کارتان برسید. ایره چی شد ما نفهمیدم. توسون پدرم کجاست؟
پدر، من این پول قبول نمیتونم. ای از تو است. پدر، این پول فقط یگانه راه و چاره به فامیل ماست. ما قسط خانه را هنوز خلاص نکردیم. امی که کار بار جور شد باز پولش پس خلاص کو. حالی پول بگی برو به مو رستورانت که زحمت کشیدی کارت شروع کن. 8900 لیره است. پول کمام نیست. باز یک جای خلاصش میکنیم. دیگه ای که نشنام که بگی که جای میره، فهمیدی؟ حالا زود شو بگی برو و از طرف شو بخانید پس بی. پدر، برات قول میتونم. حتما موفق میشی. درست است، فهمیدم. مرا هنوز چیز نشده. حالا زیاد کلامش نکو، از این کارا خوشم نمیاد. نه دیگه بچیم، از پشت سر چرا ماچ میکنی بچیم؟ همین که پشت کلمه کسم باش کنه بسیار بد میاد، راست میگم. توبه کریم خدایا. خداوند موفقت کنه بچیم. میفهمم زیاد مشکلات داری. این مشکل ترین کار دنیاست. بیچاره بودن، خوارزار بودن، از کل چیز که بسیار مشکل است. بله خانم کاکا. بله دیدم، اما وقت نشد که برات زنگ بزنم. درست است میایم. درست است میایم. پروازم ساعت 10 بجه است. کی میخواد که ما را از اونجا بیرون کنه؟ درست است تو قد کن. من میخوایم به مادرم زنگ بزنم. حالا دیگه قد کن. چی شده؟ یک نفر رستوران ما را خریده و میخواد از اونجا ما را بیرون کنه. آین نه دیگه نمیتونه با آسانی ای کار کنه. امکان نداره و لک بانم دلم برای صاحب نوع رستوران سوخت. والله راست میگه. نوش جانت. ها سهر زنگ زده. ها بله مادر چی گپ است؟ های سهر تو کجاستی دختر؟ چرا جواب نمیدی؟ برای چند بار زنگ زدم. دقیقه ای گپ نشو. برم بگو که چی گپ است. دیروز یک زن آمده بود، گفت من خانه و رستوران خرید و ایرام گفت که اینجا را تخلیه کنیم که خرابش میکنه. آی او زن کی است؟ چرا میخواد که خانه و زندگی ما را خراب کنه؟ کجا بفهمم؟ یک زن روانی بود دیگه. والا میخواستم موی کنکش کنم اما پدرت اجازه نداد. باز ماندم که از اینجا گم شود. گفت که از این به بعدم روی وکیلم مقابل استی. من برش گفتم که دختر من وکیل است، نامش هم سحر است. روز روشن سرتان شو میکنه. طرفم میدیدن و خنده میکردن. درست است من میایم. باز که آمدم کلش حل میکنم و حساب ازورم در محکمه خواد دادم. فهمیدی مادر تشویش نکن. تو اگه دیروز جواب میدادی باز قسم نمیشد. موبایل برشان میدادم که جوابشان نمیدادی میفهمیدن که یک نان چند فتیله. مادر من نمیخوایم که قسم کنم اما فرصت نشد. ببین این کار کم از کم 6 ماه طول میکشه. باز بعدن از اونا شکایت کرده و سر اونا پرونده رو باز میکن. اوه باز خواد فهمیدن که در دادگاه چی گپ است. درست است تشویش نکن. من بیازم میایم ساعت 10 بجه پروازم است مادر جان. حالا دیگه میبوسمت مادر جان. باز میبینی. درست است دخترم بخیر بیایی. سفر خوش داشته باشی. میبوسمت. شما باز خواد دیدین. میخواین که خانه و زندگی ما را خراب کنین. رستورانتتان هنوز آمده است. مال میشه که چیزی را نفهمیدی یا که میخوایی زودتر بفهمی. زیاد کنجکاو هستی. خو خیشو با جزئیات بیشتر ازت پرسان میکنم. خوش آمدین استاد. استاد خوش آمدین. $8,900 لیره.
ایره ببر به پدرت بده که در قرارداد خود نوشته کنه. قرار نیست دیگه مرا تحقیر کنه. هیچ نیاز نیست. نیک عقلت از دست دادی. محلش میکنم کمال. کسی نباید مداخله کنه. بشنو چی میگم. ایره باید بگیری. ببر. برش بده که فکرش آرام شوه. کمال، زحمت های تو بیشتر از پول برام ارزش داره. به این پول هیچ نیاز نیست. حالا یک دفعه خوب سعی حال روز مرا بیبی. وقتی تو نیستی بسیار فکرم تیت می باشه. هیچ بکارا رسیدگی نمیتونم. بانو ایره بگی یا برو یک جای بانش. زود شده که شری. اوسو برو برای ما وقت بده. ای دیگه چی است؟ تو بکسایی که چی جور کردی؟ او طرف برو، او طرف برو، او طرف برو. ای چه قسم کار است؟ زدی کلی چیز گدوت کردی. برو او طرف برو. مگم گفته باشم زیاد مزه داره است. ای خوشمزه است. به خاطر این پول دخانه جنجال خجور نشد. نه جانم، کدام گپی نیست. این مهمتر است. در قصه دیگه چیز نشد. یک بینی خمیری شد. یک بینی خمیری شد بیبی. نه دیگه من حلش میکنم. دل جمع باشه. کار تو فرق میکنه. ایره میفهم. بسیار میبخشی که منتظر ماندی. خب برام بگو که چی گپ است؟ دختر به خاطر یک کار شخصی رخصتی گرفته. یه اطلاعات از یک جاسوس در شرکت پیدا کردم. به همین خاطر دیروز از 4 طرف نبود. اگه نه دویده میآمد. باز میدیدی فهمیدی؟ زیاد کنج که واسم که چهرهش چه قسم میشه وقتی که مرا روبروی خود میبینه. اما ما باید زیاد رفت آمد کنیم تا نتیجه بده. همراه بوراک روبرو شده. همراه بوراک هم یک دختر بسیار مقبول است. دمی نزدیکی ما هستم. مادرش هم دوستم است. یک دختر تحصیل کرده، کار خود خوب میفهمه و بسیار یک دختر با ادب از یک محفل همراه دوستای خود در پنتون رفته که درد سرام اونجا بوده. خب تو با برام گفت وقتی او را در اونجا دیده باز ناراحت شده. نمیتونم اجازه بدم که یک بار دیگه بچه من نابود کنه. حالا دیگر اسمان در دست ماست. نمیفهمم. بچه‌م نسبت به من به خاطر او دختر بی توجه شده. باید هر چیز زودتر او خانه را نابود کنیم. امکان داره؟ میشه. خوب گپ است. پس اونجا را خراب میکنی. او دختر باید اونجا باشه. دیده رنج ببره. میگمش ببین. میگم تو هم رابطه ما و بچه ما اما قسم خراب کردی. دنیای او را خراب کردی. ما هم دنیایش را خراب میکنم. خاله عایشه جان. تو با خوش آمدی. بیا جانم. سلام. گپایتان خود قطع نکردم نه؟ نه جانم. سلام، من تو با هستم. من لیلا هستم. از دیدنتان خوش شدم. خانم لیلا وکیل من میشه. از چیزی که میگفتی دختر مقبول تر است. بسیار تشکر. دختر بسیار مقبول تو است. با عروس مقبول من. خب گپی است که یک خبر خوب برات آوردیم. ما دیروز همراه خانم لیلا یگان کارای جالب کردیم. تو برو دیگه. ما خودمون میگیریم. درست است؟ دیروز ما و لیلا رفتیم هم خانه و هم رستوران سحرشانه خریدیم. نزدیک بود دیوانه شود. وقت طرفشان میدیدی تو هم از حالتشان لذت میبردی. تو باجا. اما اگه من براتان یگان چیز بگویم باز هیچ لذت نمیبرین. نه. براک دادانا همراه او دختر سحر یک جای بوده. نه دیگه جانم. فکر نمیکنم هم دیگر را ببینن. کی گپه برات گفت؟ دختر خاله میامور منشی براک است. برش زنگ زدم که چی میکنین، چی وقت پس میایین. گفتن اما موقعیتی را که به خاطر ثبت فیلم انتخاب کرده بودن در یک قریه امرای سحر سر خوردن و او رام گفتن که او دختر کرکتر فیلم مرکزی است. در یک هتل بودن با هم نان شب میخوردن. باورتان میشه؟ خب لیلا چی وقت او اختارنامه به دستت میرسه؟ شاید که فردا. خوب است. عالی است. او خانه را سرشان چپم میکنم. باز خواد دیدین.
میگن که ما را از خانه بیرون میکنن. مادر جان کلش گپای عقل ناقص، چرا ما را از خانه بیرون کنن؟ تشویش نکن. نباید گپ با من میگفت. اگه مویش میکندم باز میفهمید که یک نان چند فطیره. توبه بیبی هوش کنی. مادر او تو یک کار نکنی. من خب برات گفتم که حلش میکنم، دلت جمع باشه. او زن کی است؟ نام و تخلصش میفهمی یعنی؟ من چی بفهمم که نامش چی است؟ من تا خودش نو دیده بودم. خب به هر صورت من حلش میکنم. پدر امروز در آدانا یک نفر عجیبه. چی شده دخترم؟ خیرت باشه. او جی پنار فکر کنم که شما را مشناسم. اوجی پنار؟ وای توبه. نه جانم او رو نمیشناسم. من اشتباه کردم. مرا اشتباه به گرفتم. خدا نمیفهمم. خودش گفت که شما را مشناسم. حتی گفت که من کاکایتان مشناسم. توبه دخترم معلوم دارست که اشتباه کردم. ما خب برات گفتم که ما در یتیم خانه کلان شدیم. ما از خود کاکا ماکا ندارم، کسی رو نمیشناسم. فهمیدی؟ پدر جان بیبی من این از اداره شناسایی گرفتم و این نامایی که ده اینجاست بیبی نوشته است دیگه. مصطفی فکرت، نام مادرشم خیریه و نام پدرشم اسنو. فکرت دادن اولاد داره به نامای اسنو و راشد. حتی رفتم با اسنو هم آشنا شدم. گفتن که پدرت دوا باز کرده و بعدش رفته به عسکری و بعد از او خبر از سهر دخترم چرا قدر شل هستی؟ ما گفتم میرم که ما کسی رو نمیشناسم، فقط یک تصادف بوده دیگه، ای چیز نیست. مرا خو گرفته خو میشم. خب دیگر شبتون بخیر. پدر جان دیگر عالمیه نمیخوای که نان بخوری؟ دلم نمیشه شما بخوری نوش جانتون. خب برو جانکم شبکت بخیر. برو خوک. اینقدر برات اشاره میکنم چرا گپ نمیفهمی؟ پدر چرا فشار میاری؟ من خو نفهمیدم. میخوای قلبش استاد کنی؟ آی ما چی گفتیم؟ چی رو شلا گرفتی؟ دختر مقبولم تو میخوای چی رو ثابت کنی؟ چی رو ثابت میکنی؟ تو نمیفهمی که پدرت در یتیم خانه کلان شده؟ وقتی که پدر و مادرش مرد کاکایش اینا را به یتیم خانه برد. باز وقتی دوباره پشت خانه کاکای خود میایه کاکایشی بیچاره را از خانه میدونه. به همین خاطر نمیخواد که نام کاکای خود بشنوه. کاکاش برش مرده. توبه تو همین خاطرات دوباره بری زنده نکو. جگر خون میشه ای کارا نکو. خود درست است اینو تو بگوین. من چیزی رو نمیفهمیدم. چرا نمیفهمی جانم؟ تو خودت یک دختر هوشیار هستی. میفهمی که پدرت نمیخواد گپ بزنه جان مادر. یعنی اعصابش خراب میشه دیگه. سحر ببین این موضوع بسته شد. درست است جان. نباید دربارش دیگه گپ بزنیم. درست است دختر هوشیاره. درست است. آفرین دخترم. حالا بیا که نان تیار کنیم. بیا کمکم کن. حالا از او چو دیگه دخترم. حالا بیا دیگه. پدرت به خاطر کمال رفته پول قرض گرفته. با یک عالم پول خانه آمد. به کمال داد که امرای او زن شریک شوه. چی؟ چپاش دخترم چیغ نزن که پدرت نشنوه. اگه بشنوه باز زیاد جگر خون میشه. از همین خاطر چپ. خب چرا؟ بانو به خاطر شراکت پول خواسته؟ نه پدرت خواست پول داد گفت برش بده. یعنی آل خانه رفته. پرسان نکن. فکر کنم این خانه همه قسم از دست ما میره دخترم. 10 سال مکمل با همین زحمتای خود قسط پرداختیم. به خدا اگه دستم برسه او زنم از بین میبرم. آینده بچه ما خراب کرد. بچه دیوانه مام ضربه خورد. مام از خانه ماندیم شکر. فقط که این شراکت کدام خیر ماست. به خدا من خود دیوانه میشم. خدایا مرا صبر بده. کلا چیز افشا میکنه. دخترم بسیار هوشیار است. کوشش میکنه که گذشته را جبران کنه. کلا چیز دال نابود شدن از رستوران از دست ما قرار است که بگیرن. تو بچه بیعقل ایج دا فکر ایک چیزا نبودی. هیچ قسم میشه بچه اعتماد کردی. فکر کردی که میتونی یک زندگی خوب داشته باشی. بچه اعتماد کردی. اگه دختر واقعیت بفهمه نمیفهم چه قسم طرف مردم خود دید. چرا نماندی که دختر مقبول تمام عمر خود در کنار ما تیر کنه؟ چرا؟ هم خدا و هم او را نابود کرده و رفتی. هاپ زن ماما. های کمبود زاری ما بتر کنی دختر.
احسان جان ازم ساسج خواسته بود. مام رفتم برش خریدم. بعدن به فکر اومد که گاز آشپزخانه را روشن نمانده باشم، رفتم یک بار اونجا را دیدم. به هر صورت ما برو که بچه‌مو تو سرت سرخون شیشته. آه زن ماما، چرا این کارا میکنی؟ فقط که ما سرتان قلفی کلی کده باشیم. آی بیادر نزدیک بود زاره چی من میکنی بتر کنی. دختر؟ هنوز خانه نرفتی؟ چی شده؟ دیوانگک چی شده؟ از کار اخراج شدی دیوانگک؟ تو مرا دیوانگک میگی؟ نه نگفتم. اوسوشو بعد است. اوسوشو فاصله بگی. آفرین، من هنوز تو را نبخشیدم. از اونجا گپ بزن. چی شده؟ زن مامایم از دکان ساسج گرفت، یعنی ساسج دوزی کرد. من چند دقیقه پیش دیدمش. حالا بگم راش چی کنی؟ راستی؟ ای خدایا، دزدی خو نمیکنه. خواسته که بگیره برش حلال باشه. تهمت کردن بد است، بسیار بد است. به کسی دیباره نگو. بیازو بیچاره خودش مشکلات داره. مامای ما بیچاره جگرخون است. برو. خود درست است، به کسی چیزی نمیگم. خب ایره بگو که تو کجا بودی؟ خانه. چه قسم خانه میری؟ باید مثل آدم از دروازه بری. دیوانه، تو خبر نداری؟ رابطه ما و پدرم خوب شد. حال بسیار با هم دوست هستیم. با خدا بیادر زیاد خوش شدم، مگه نه؟ زیاد بتشویش تو زیاد خوش نشو. حساب ما و تو هنوز خلاص نشده. واسکو دروازه را زود باش. گوش کو بیادر، چی میگم درباره موضوع ساسج به مادرم بگوییم. بیازو صبح خودش متوجه میشه. اگه نگوییم باز بعدن بسیار بد خود شد. باز وقت ما چی کنیم؟ پد کردنی اصلا کار خوب نیست. مادرم قار میشه. ایره باید بفهمی. نگو دیوانگک. به یک بارم اگه شده کار خراب نکو. یک بارم دانتا میتونی چوب بگیری. فهمیدی دیوانگک؟ برو. در جونی را بگو که مرا دوست داری. حالا دوست دارم اما زیاد خوشم نمیایی. دلت زیاد خوش نکو. فهمیدی؟ تو زیاد پر میگی. دیوانگک. بیا در جونی را بگو که مرا دوست خوب داری. میکنم که میگم. خوبت میکنم. ها آمدین رشخندا. خب تو چی میکنی؟ بگو کارهای چطور خلاص شد؟ چو باش کمال، چو باش. اول من زیاد کارای عجیب شده، باید کلش قصه کنم. کلش میفهمم. ما فرار کردم. برو فرار کو ببینم تا کجا فرار میکنی. این خانه خورد از گیرت میکنم. آی خواهر گپای مرا گوش کو. او سیبل مطلوک است نه؟ دختر او کی است؟ دختری را که در مکتب موی کنک کرده بودم، امو دختری که مثل جادوگراست. شناختیش؟ درست است. خب او را چی شده بگو. او در جایی که من کار میکنم تهیه کننده است، یعنی زیر دستش کار میکنم. اوه بیا از این و پیمن کو. طرف مسئله که تو کتش کار نداشته باش. آمدم. خب بگوین کمال در این خانه هیچ کس در قصه من نیست. کلگی کمال گفتم میدم. دختر جان فکر مادرم طرف خانه است، آلیام فکرش طرف کمال است. این صدا خو از مادرم است. باش ببینم چی میگه. صدای خانم اینجا بسیار مقبول است. قربانت شم مادرم، زیاد گوش نشدی. بیعقل اینا نه. با تو آماده نکردیم به اندازه امو پول گوش نمیمونی. بعد از ایدمو جایی که کار میکنی امو جا نان خورده بیا. توبه مادر دیوانه شدی بگی پارتو. بله دیوانه شدیم. توبه طرف ما ببین شیرین، تو هم از این به بعد در خانه باید پول بیاری. حالا خود صاحب کار شدی. توبه مادر یک دقیقه صبر کو. من قرضای خواهرم پس میتم. قرضدار بیادر مام هستم. میخوای نمی که پول بیارم کلش در قرض خلاص شوم. اما تو یک چیزی باید میخوای؟ به قسط بدی. یک چیزی به نام قسط است. ما بتنایی نمیتونم مصرف خانه رو بتم. وظیفه من بود که شما رو کلان کنم. حالا صاحب کار شدین دیگه. هازی به بعد باید کار کنی. پول بیارین. از 300 شروع کنی. 300. مادر من هنوز کارت ندارم. از کارت خواهرم استفاده میکنم. آی درست است. زیاد پر نگو. هر قسمی که شده باید کل ما پول بتیم. مادر ما جگرخون نکنین. راست میگه. دنیا هم قسم است دیگه. امروز هستیم سبا نیستیم. مدیسین چی وقت مردیم که خبر ندارم جانم؟ گپای ناق میزنم. نوش جانت. میفهمی بعد از 8 سال ما بویش حس کردم، فقط که دوباره تولد شدم. فکر میکنم فقط یک خیال بود. متوجه هستی با یک خیال تا حال زندگی میکردم. وام باز یک خیال بیمانا اما تو نیست بیادر. طرف مسائل کو مجبور هستم که پرسان کنم.
تو با چطور میشه؟ راستش ای دختر سالاخو همراهت بود. تمام مشکلات او تحمل کرد. با وجودی که در قصه او نبودی اما او همیشه در قصه بود. بیادر من سحر پیدا کردم. بعد از این نمیتونم که با تو باز زندگی کنم. درست است بیادر. برو که دختر واضح واضح گپ بزن. گناه داره. برش تمام حقیقت بگو. باز بیچاره جگرخون نشه. من زیاد پشتش دق شده بودم اما بسیار جگرخون بودی نه؟ نمیفهمیدم اما یک درد بزرگ داشت. 8 سال شد بیادر. فقط به گفتن راحت نمیشه. نمیفهمم که چی گپ شده، چی اتفاق افتاده. اگر عاشق شده باشه چی؟ اگر در زندگیش کسی دیگه باشه باز چی؟ بیا بگی. بیا بزن بچم بیا. تو چه قسم دوست هستی؟ آدم با دوست خود تسلی میته. تو با ما گفته میری که عاشق نشده باشه کسی دیگه در زندگیش نباشه. توبه ما فقط خواستم که همراه درد دل کنم. دیگه چیگه پس بیادر جان. شاید در زندگیش کسی باشه که او را ناراحت بسازه. میفهمم کسی دیگه در زندگیش نیست. از چشماش فهمیدم که کسی نیست. میفهمم من پشتم دق شده بود. اگه او دوباره همراه من یک جای شب زندگی بسیار خوشایند میشه. اما بین ما یک دیوار بزرگ است. ما با کی گفتم میرم که تو آدم درد دل نمیتونه. کسی که عاشق نشده باشه چی میفهم؟ خیلی من میرم بانو را صدا میکنم. تا صبح هر دویتان بیشینین و گریان کنین. مرا غرض نیست. هر چی میکنین بکنین. تو یک دفعه عاشق شو. اگه من همراه درد دل کدام بچه آدم نباشم اینجا نوشته میکنم. تو نکو بچه. ما 8 سال میشه که تو را تحمل میکنم. باید مرا 10 سال تحمل کنی. فهمیدی بچه؟ تو را میگم. موتر خریده. البته امضا کردیم. حالا دیگه کار نمانده. همه تو نیست؟ فقط که در حق من خوبی کردی. او امضا را به خاطر خودت کردی. البته فقط که من موتر پول هستم. روح ندارم. اما تو نیست. تنها به غذا خوردن روی میز عادت دارم. وقتی در میز میشینم تو مرا نمیمانی. خیبان که بشینم. بیا بشین. میفهمی که من کت کل چیزا حساسیت دارم. زیاد حساس هستم. دکتر گفت که مشکل نیست. من بسیار خوش داشتم که یک خانواده بیروبار داشته باشم. کاش که دل آدم نمیشد که تنها نان بخوره. درست است نخو. درست است. پدرت پیدا میکنی. زندگی که من نتونستم برات بتم او برات میته. وقتی که من تو را پیش خود نگاه کردم میفهمی بیادرم برم چی گفت؟ مادر گفت زود برو ای بچه را به پدرش بده. گفت برو گم شو هر جایی که میخوای برو. چون یک نفره که مخفیانه در اینجا مانده هیچ کسی برش کار نمیده. من به تو و نه به او میتونم برسم. گفت برو. رفتم به یک کشوره که زبانش نمیفهمیدم، آدمایش نمیشناختم. با وجود گپای بده که پدرت برم گفته و قلبم شکسته بود تشنابارا پاک میکردم در حالی که تو در بطنم بودی. فقط به خاطر که تو را به دنیا بیارم. فکر میکنی که من به خاطر چی پشتو میگردم؟ آی خواهر ماهرت نیست. من میخوایم خو شوم. بسیار خسته هستم. باندگه آرام باش. دخترا خو هستین؟ من دقیقه آوردیم. سهر خو شده؟ های کمال لطفا میشه بری؟ مجن استم با خوردنتان آمده. کمال میشه بری؟ کمال میشه بری؟ زیاد خسته هستم. آی بیادر. صبر کن. چرا وقت خو میشی؟ چرا خو میشی؟ قدر زود. حالا مشکننم. تو پول گرفتی و
قسم ترس به بانو دادی ها؟ این کار کردی؟ نه ما دیوارای او رستوران از پول پر کردیم. دیوارایش فهمیدی قدر مقبول شده که نگو. هر کس که میبینه خوشش میاد. آی بیادر مکتت میفهمم. آی کاملا خرستی کمال. تو میفهمی که او زنده چند قسط او خانه را خریده؟ پدر ما پرواز کرده رفته ها. وقتی که یک آدم خانه را مفروشه حداقل از زن خود خوب پرسان میکنه. باز به بچگک نازدانه خود پول میده که برو شریک شد. باز ما بیچاره را قصدارا میکشن. های دخترا، پدرم بسیار یک حرکت خوب رفت، میفهمی؟ بسیار خوبش بود. تو پولا را کشید و در روی میزمان سیما او پول حقم است. فهمیدی؟ حقم است. باید تو حقم به من بدی. در مغزتم خوب سعید جای بده. فهمیدی؟ نکو چی کار بده؟ نکو به خدا الکو نکنه ناردیتا. الو کمرم میده کردی. نکو سر شیرین نکو بدیوز خدا کمرم میده کردی. چی میکنه؟ نکنه الهیم کو گپ میزنم. دورم میگم الهیم کو نفسم قید کردی. پس شو روزنامه بگیرین. خبرهای تازه. روزنامه. سلام، انجی گوزگون شما هستی؟ بفرمایین، من دخترش هستم. میشه کارتتان رو نشان بدید؟ درست است. بفرمایین. لطفا اینجا را امضا کنید. روزتان خوش. باید امیال یکی دیگر ببینیم. امیال آیب میبخشید. پیش روی تو سیکو کورستی؟ درست است، گفتم که میبخشید. اسمت ما برش میگم کو کجاست. او نامده تو برو او بگی حالا دیگه. او کفایت نمیکنه برو دیگه بگی حالا دیگه. چطور هستی خوارو؟ میبینم که بسیار خوب معلوم میشی. از ما چی میخوایی؟ هر چیزی که بخوایی برات میدم، فقط ما را راحت باش. او خانم سحر، ما منتظر شما بودم. بفرمایید.
ای قسم توافق نکرده بودیم اسمت. بعد از او اتفاقات زیادی افتاد. من آدمی نیستم که از قولم برگردم، اما دیگه چاره ندارم. توی وضعیت بیبی چشم ندارم. خدا برتان از این زیادتر بته. ماشالله روزگارتون بسیار خوب پیش میره. رستورانتی کلان هم باز کردین. شوهرتم استاد کلان بود، فامیلی بسیار خوب کار میکنه. زنگ دروازه بود. خدا میفهمه که کی بود. مجرم خانم بیادر چی شد؟ توسن برو یک بار بیبی بچیم. یک دقیقه استاد، امینای سرخ شده یارا بکشم. باز میرم استاد. لاوده بان اینجا کی آمده گلم؟ میایم مصطفی، کت همسایه گپ میزنم. خواه وقتی یک بار برات گفتم که کار انجام بده باز انجام بده. اسمت هرچی میخوایی بگو، هرچی میخوایی برات میدم، اما لطفا از زندگی ما برو. قربانت شوم، خدا به مصطفی نشان نده لطفا. زیاد نی، 100,000 لیره تا 3 شنبه برات وقت میتم. نصف شو پول بیار برم تحویل کو. اوش کنی یک دقیقه ناوقت نکنی، فهمیدی یا نه؟ اگه نه شوهرت از جایی که آمده پس همونجا روانش میکنم.